چشمانداز اقتصادی و سیاسی جغرافیایی ایران پس از بحران کرونا. یادداشتی از تحریریه 50 میلیون. با مراجعه به وبسایت www.50million.org می توانید به جزئیات این یادداشت دسترسی پیدا کنید. شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر زندگی روزمره اقتصادی میلیاردها انسان را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان جهانی کار نیز در گزارشی پیش‌بینی کرد که ویروس کرونا بر شرایط اقتصادی حدود 1 میلیارد و 600 میلیون کارگر در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. شیوع ویروس کرونا از دو طریق کاهش تولیدات داخلی و کاهش حجم تجارت خارجی بر اقتصاد کشورها اثر داشته است. برخی از نوسان‌های کوچک در اقتصاد طبیعی بوده و اقتصاد دوباره توانایی برگشت به مسیر قبلی خود را داشته و نیازی به مداخله دولت نیست. اما در بحران‌های عمیق اقتصادی لازم است تا دولت‌ها وارد عمل شوند. چرا که در صورت عدم دخالت دولت در بحران‌ها و رکودهای عمیق اقتصادی، احتمال برگشت اقتصاد به نقطه تعادلی خود بسیار پایین بوده و احتمال ورشکستگی اقتصادی در آن جامعه به شدت افزایش می‌یابد. به جرئت می‌توان گفت که حاکمیت جغرافیایی ایران در ضعیف‌ترین برهه تاریخی خود قرار دارد، چرا که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی که در چارچوب رژیم موجود نمی‌توان راه حلی برای آن متصور بود، مشروعیت خود را نیز از دست داده است. بنابراین حاکمیتی که مشروعیتی در بین مردم نداشته باشد، نمی‌تواند انتظاری از مردم خود جهت حمایت و پشتیبانی از دولت داشته باشد. چنین رژیمی برای بقای خود بیشتر به دنبال حداکثرسازی توان اقتصادی حاکمیت خواهد بود تا رسیدگی و توجه به وضعیت اقتصادی مردم. این مسئله را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به وضوح می‌توان شاهد بود. دولت به جای حمایت از اقتصاد و مردمی که توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند، بیشتر به دنبال استفاده از موقعیت برای تأمین کسب بودجه خود بوده و همچنین شیوع ویروس کرونا را بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود قرار داده است. با نگاهی به ترکیب بودجه سال جاری میتوان اطمینان داد که دولت با کسری بودجه بی‌سابقه مواجه شده و عملاً منبعی برای تأمین این کسری وجود ندارد. بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت با تأمین 17% از منابع خود از طریق فروش اوراق مشارکت به دنبال استقراض از مردم است. در حالی که در شرایط بحرانی همچون شرایط موجود و تأثیرپذیری اقتصاد و معیشت مردم از شیوع ویروس کرونا، دولت وظیفه دارد تا با کمک‌های مالی به شهروندان خود از وضعیت معیشتی آنان مطمئن شده و همچنین با ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات اعتباری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند. اما نقطه قابل توجه دیگر تأمین 40% بودجه از طریق مالیات و رشد بی‌سابقه سهم این بخش نسبت به سالهای گذشته است، آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است. اصولاً دولت‌ها در زمان رکود با اعمال معافیت و یا تخفیف‌های مالیاتی سعی در تقویت منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی دارند، در حالی که دولت روحانی به جای حمایت از فعالین اقتصادی به دنبال اخذ مالیات بیشتر و تأمین بودجه خود است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه کرده است که در آن حتی رسیدن به سطح رفاه سال 1390 را دست نیافتنی می‌داند. یکی از شاخص‌های بسیار مهم در زمینه سنجش رفاه در جامعه شاخص لگاتوم است. ایران در شاخص رفاه لگاتوم سال 2019 میلادی دارای رتبه جهانی 119 بین 167 کشور است. در این شاخص جغرافیای ایران بالاتر از کشورهایی همچون تانزانیا و پایینتر از کشورهایی همچون گابن و زامبیا قرار دارد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که بین حدوداً 3 میلیون تا 6.5 میلیون نفر شاغلان فعلی متأثر از شیوع ویروس جل خود را از دست بدهند. مسلماً افزایش نرخ بیکاری در کنار تورم و عدم حمایت مالی دولت، وضعیت رفاهی و معیشتی مردم از شرایط فعلی بدتر خواهد شد. از آنجا که افزایش قیمت در محصولات خوراکی بیشتر از سایر محصولات است، بنابراین با توجه به سهم بالای مواد خوراکی در سبد اقشار محروم جامعه میتوان نتیجه گرفت که کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد بیشتر از اقشار پردرآمد جامعه است.
در بعد سیاسی مسئله نیز هیچگاه نمیتوان تصور کرد که ناکارآمدی دولت‌ها در مواجهه با شرایط بحرانی تبعات سیاسی نداشته باشد. هرچند حاکمیت جغرافیایی ایران در 41 سال اخیر ناکارآمدی و غیرمردمی بودن خود را بارها به اثبات رسانده، اما عدم توانایی و تمایل حاکمیت در به حداقل رساندن آثار سوء شیوع ویروس کرونا، آن هم در شرایط اقتصادی و رفاهی بسیار ضعیف، مشروعیت داخلی و جهانی حاکمیت جغرافیایی ایران را به شدت تضعیف کرده است. با توجه به اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی در سالهای اخیر، به خصوص سال 1398، شروع موج جدیدی از اعتراضات دور از ذهن نیست. مارتین لوتر کینگ میگوید که هیچ چیز خطرناکتر از ساختن جامعه‌ای نیست که در آن بخش بزرگی از مردم احساس کنند هیچ سهمی از آن جامعه ندارند. کسانی که احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند، به طور ناخودآگاه با جامعه و نظم موجود در آن مقابله خواهند کرد. بنابراین از نظر لوتر کینگ، شورش گرسنگان برای حاکمان اقتدارگرا به مراتب خطرناکتر از اعتراضهای برنامه‌ریزی شده توسط احزاب اپوزیسیون است. در اینکه روند کنونی در حوزه اقتصاد ادامه دار بوده و فشار روی اقشار کم درآمد بیشتر خواهد شد تردیدی نیست. از سوی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نیز همواره موجب تضعیف وضعیت رفاهی قشر محروم جامعه بوده و از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب نظام سیاسی موجود به دلیل ماهیت ایدئولوژیک آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. لذا حاکمیت توان بهبود شرایط زندگی تهیدستان را نخواهد داشت. خصوصاً اینکه سیاست اقتصادی ایران از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مبتنی بر ارزانسازی نیروهای کار برای کاهش هزینه تولید و همچنین تبعیض سیستماتیک اقتصادی بوده است. میتوان نتیجه گرفت که در آینده نزدیک نه تنها دولت توان تامین مخارج خود را نخواهد داشت، بلکه اکثریت مردم نیز در تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد. سیاست اقتصادی فعلی دولت فشار حداکثری بر مردم و فعالین اقتصادی است تا بتواند کسری بودجه خود را به حداقل برساند. بنابراین با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی منفی و همچنین سابقه اعتراضات مردمی برای وضعیت معیشتی، شروع دوباره اعتراضات مردمی که به قول مارتین لوتر کینگ چیزی برای از دست دادن ندارند دور از انتظار نیست.